زندگی مملو از ناکامی است. ناکام ماندن ما در به دست آوردن بعضی هدفها اتفاقی دردناک و اجتناب ناپذیر است. ما نمیتوانیم در به دست آوردن تمام اهدافمان کامیاب و موفق باشیم. امتحانی که فکر میکردیم قبول میشویم اما نشدیم. کودکی که فکر میکردیم به دنیا میآید اما نیامده است. درسی که فکر میکردیم تمام میشود اما نشده است. مدرکی که میخواستیم، خانه‌ای که در انتظارش بودیم، همسری که میخواستیم با او زندگی کنیم، اما ناکام شدنها اضطرابزا هستند. این را همه ما حس کرده ایم و میدانیم. اما گاهی واکنش ما به این ناکام شدنها بسیار افراطی و کودکانه است. حقیقت این است که هر کسی در زندگی شخصیش به نوعی ناکامی را حس می کند. یکی با از دست دادن سرمایه‌اش، دیگری شاید با نرسیدن به آدم مورد علاقه‌اش. زندگی پر از ناکامی‌هایی است که موقت هستند و در مقابل همین زندگی پر از فرصت‌هایی است که هدف‌های دیگری را سر راه ما قرار می‌دهد که آنها هم موقت هستند. بهتر است زمان زیادی را با سوگواری برای ناکامی‌هایمان هدر ندهیم، چون ناکامی به اندازه کافی ما را مضطرب می‌کند. اما سالها تلاش برای فرار از احساس دردناک ناکامی‌هایمان ما را بیشتر و بیشتر مضطرب و خسته خواهد کرد. جایی باید پرونده‌های نیمه بسته را کامل ببندیم تا عذابش کمتر شود. شبیه خداحافظی با آرزویی که خیلی وقت است تاریخ انقضایش گذشته است. یک خداحافظی سخت اما پایان دهنده به هدفی قدیمی و اضطرابی قدیمی تر. با هر خداحافظی ما آماده سلام‌های بعدی می‌شویم. با هر خداحافظی و قبول این که ماجرا تمام شده، ما به شروع دیگری نزدیک می‌شویم. ما در ابتدای هر هدف جدیدی مضطرب می‌شویم. اما این اضطراب هیجان انگیز کجا و آن اضطراب فرساینده کجا؟